سلام بچه ها، امروز اومدیم بریم با یه چالش خیلی عجیب ماینکرافت، ولی نمیتونم بپرم. یعنی نمیتونم از جای بالا برم، نه از روی چیزی رد شم. حتی فرار کردن از زامبیان خیلی سخت میشه. خب ببینم این چالش رو میتونم جابجا کنم یا نه. هدفم پیدا کردن آهنه، چون دایمن خیلی سخت میشه. خب اول از همه باید چوب جمع کنم. اونجا چوب میبینم، نباید بپرم. از همین گوشه ها میرم که به به گاومون زایید چند تا گوساله همزمان. بچه های لحظه واسین اتو پرش داره؟ نه نه. خب این خوبه که اتو پرش هم خیلی فعال. از همین گوشه میریم. یا علی یا علی گاومون زایید. الان چیکار کنم؟ حاجی ولم کن. خب یه کار دیگه میکنیم، شیفت رو میگیریم، کنترل رو میگیریم، کنترل واسه من نشست. اینجوری میشه. به به رسیدیم به چوب. بریم اولین چوب به اونو بزنیم. خب بچه ها، این از اولین چوب. خب یا علی گوسفند لازم داریم، واسه شب ممکنه زامبیا حمله کنن. خب اینا رو تبدیل به چیز میکنم. یک، چون نمیتونم بپرم فعلا با همین وسایل چوبی درست میکنم. یک تبر درست کنم کافیه. ای بابا، این از یه تبر. یه دونه کلنگ هم درست کنم خوب میشه. خب عزیزم منو ببخش. خب منو بخشیدی که ایشالله. بچه اینجا چند تا درخت بکنیم، قطعا نیازمون میشه. نزدیک بود بیفتم. چقدر این چالش رو مخ. یا علی الان چه غلطی بکنم؟ خب انگاری این چالش قرار دهنمون رو صاف. بچه ها ویلیج پیدا کردم. خدا کنه داخل این ویلیج چیز باشه. چی میگن؟ آهن باشه. خب این درخت رو بزنیم. چقدر چالش رو مخ آجی، نمیتونم بپرم. خیلی رو مخ. اینو بده. بچه پایین رفتن که ایشالله میتونم عارفه کنم. پایین میتونم برم. پایین میتونم برم، بالا نمیتونم برم. دیگه از دکمه اسپیس نباید استفاده کنم. خب بچه ها اونجا آیرن گولم میبینم. اگه بتونم آیرن گولم رو بکشم خیلی خوب میشه. اینجا رو چه غلطی کنم؟ یه فکری. ببخش که خونه تو خراب میکنه. هیچی نداشت که. ای بابا حاجی، از رو پله ها که میتونم برم. آره فکر کنم رو پله ها که میتونم برم. خب اینجا چند تا ویلیج داریم. خب باید حاجی اینا رو برم پایین. فکر نکنم بتونم بیام بالا دیگه. با استفاده از پله میام.
این پله ها رو میکنیم که با استفاده اینا بتونیم بریم بالا. آهن نه، شانس ما آهن باشه این تو. خب بریم تو این خونه ببینیم چی داره. هیچ. حاجی سریعتر آهن پیدا کنم دیگه تموم چالش. بریم تو این خونه رو ببینیم. اون خونه موند. هیچی. این خونه رو بریم ببینیم. نیافتم تو آب که نمیتونم از اسپیس استفاده کنم. بیافتم تو آب تموم. اینجا که هیچ آهنی وجود نداشت. لعنت تو این توف تو این زندگی. وای نیافتم داخل آب. بچه اینجا گیر افتادیم. بچه گیر افتادیم اینجا. باید استفاده از این. حاجی من یه فکری دارم. بچه چالش تموم شد. من میبرم چالش رو. ببینید میای این در رو باز میکنی. خب No! No! من با یه زب مردم. ای خدا. خب بچه ها چالش رو با بدشانسی باختیم. لعنت تو این شانس. تموم چالش دیگه میتونم چرا آخه چرا باید میباختم اینقدر راحت. احمق. احمقم چقدر. خب چرا باید وان شات شم؟ مگه جونم کم بود. خب بگذاریم به هر حال این عالم گلم اوشم نمیدونم بدم بند میشم. هنوز داره منو میزنه. نگاه ببین با یه ضرب همه جونم نمیره. چرا اونجا با یه ضرب همه جونم رفت؟ ای خدا چقدر بد شانسم. میخواستم اینو بزنم بودم برم داخل خونه اینجوری بزنمش، اما نشد دیگه. خب بچه ها اینم از این چالش. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. اه خیلی زود چالش تموم شد. خب چالش رسما منو نابود کرد. اگه دوست دارید چالش های عجیب تر مثل ماینکرافت ولی زمین هر 10 ثانیه یک بار منفجر میشه برم، یا ماینکرافت ولی نمیتونم بدوم، خب خیلی چالش هست. اگه دوست داشتین از این سبک ویدیو دوست دارین حتما لایک کنید و کانال منم سابسکرایب کنید فراموش نشه و نظرتم واسم کامنت کن. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. تا یه ویدیو دیگه تو رو با به خدای بزرگ میسپارم.